بگید اینش از سیستم مدیریت دانش در هر شرکت باید باشه، مخصوصا مثلا که مدیرانشون بعضی از مدیران هر قسمت 3 ماه 4 ماه میرن. اینو بعد اول پیاده سازی شده 2 سال پیش. چیکار میکنن؟ یه سیستمی که CRM مثلا حالا دیگه انتخاب دادن که شما مثلا میگه آقا لطفا این کارو انجام بدین، تو کار تابلو برای هم میفرستن، مثل خیلی اداره جالب. مثل همه سیستم شما باید یه سیستم داشته باشین هر هفته یا 1 ماه هر مجموعه‌ای و مدیرش این کارو چک بکنه، تجربهش رو از اون کاری که داره میکنه بگه، گزارش نه ها، تجربهش. آقا ما این کارو کردیم اشتباه بود، ما با تو تبلیغات با فلان اینفلوئنسر اینستاگرامی تبلیغ رفتیم اشتباه بود، رفتم چند میلیارد هزینه تبلیغات مثلا دیجیتالشون بود چند سال پیش که رفتم، مثلا مشاوره 2 سال پیش بود یا 1 سال پیش، آمار نداشتن از هر اینفلوئنسر چه تبلیغی رفتن، چه ویدیویی بوده، چه نتیجه‌ای داشتن، چه بازخوردی داشته. آمار SMS مارکتینگشون هم نداشتن که اونم 1 میلیارد 2 میلیارد هزینه کرده بود. پس اینها باید سیستم مدیریت دانش شکل بگیره. برای شرکت‌های بزرگ خیلی نیازه.